سلام به همه همراهان عزیز کانال کاتفین. به کانال ما خیلی خوش اومدید. با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم. تو این ویدیو میخوایم بپردازیم به قسمت اول از فصل دوم سریال بامداد خمار. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سریال بامداد خمار سریالی به کارگردانی نرگس آبیار و نویسندگی محمد داوودی و بر اساس رمانی با همین نام از فتانه حاج سید جوادی در ژانر عاشقانه و درام هستش. بازیگران سریال عبارتند از نوید پورفرج، ترلان پروانه، لاله اسکندری، پریوش نظریه، مرجانی گلچین، گلاره عباسی و رضا کیانیان. در خلاصه داستان اومده روایت دختر یک خانواده اعیان تهران قدیم با نام محبوب است که عاشق شاگرد نجاری محلهشان می شود. او خواستگارهایش را رد می کند و در برابر خانوادهش می ایستد تا آنها این عشق را به رسمیت بشناسند و به ازدواج او با رحیم رضایت دهند. غافل از اینکه چرخ گردون روزگار گاهی بر وفق مراد نمی چرخد. فصل دوم، قسمت اول بامداد خمار از جای خیلی مهمی شروع میشه. یعنی جایی که محبوبه بالاخره اون سکوت طولانی و اون همه فشاری که تحمل کرده بود رو شکست و سر سفره عقد جلوی همه به اصلان جواب منفی داد. به نظر من این نگفتن فقط یه جواب رد به اصلان نبود. فقط مخالفت با یه ازدواج اجباری هم نبود. بلکه انگار تمام حرفهایی بود که محبوبه از قسمت اول تا آخر فصل اول توی دلش نگه داشته بود و حالا یه دفعه همشون بیرون ریخت. از همون روزی که محبوبه عاشق رحیم شد، همه سعی می‌کردن این عشق رو یا نادیده بگیرن یا کوچیکش کنن یا با یه خواستگار پولدار و آبرومند جایگزینش کنن. ولی محبوبه آخر فصل اول نشون داد که هنوز کامل تسلیم نشده. هنوز یه چیزی توی دلش زنده است و هنوز حاضر نیست به خاطر خواسته دیگران از عشقش بگذره. حالا فصل دوم قسمت اول دقیقاً باید بار همین اتفاق رو به دوش بکشه. یعنی باید بهمون نشون بده بعد از اون نگفتن چه بلایی سر محبوبه میاد. خانواده چه واکنشی نشون میدن و اصلاً این کاری که محبوبه کرد قراره نجاتش بده یا بیشتر گرفتارش کنه. یه چیزی که همون اول فصل دوم خیلی به چشم میاد اینه که سریال دیگه نمیتونه مثل قسمت‌های اول فصل یک آروم و شاعرانه جلو بره. اون دوران گذشته. محبوبه دیگه اون دختر کم تجربه و عاشق پیشه قسمت‌های اول نیست. حالا دختریه که جلوی یه جمع بزرگ ایستاده، یه وصلت مهم رو به هم زده، آبروی خانواده رو به خطر انداخته و عملاً خودش رو وسط یه بحران خیلی بزرگ قرار داده. از اینجا به بعد دیگه هر تصمیمی که بگیره براش هزینه داره. اگر فصل اول درباره شکل گرفتن عشق بود، به نظرم فصل دوم باید درباره تاوان اون عشق باشه. یکی از نقاط قوت قسمت اول فصل دوم اینه که هنوز همون فضای قشنگ و قدیمی سریال حفظ شده. لباسها، خونه‌ها، دکور، آداب و رسوم، همه چیز حس اون دوران رو به آدم منتقل میکنه و واقعاً معلومه برای طراحی صحنه و لباس زحمت زیادی کشیده شده. اما یه مشکلی که از فصل اول همراه سریال بوده، اینجا هم هنوز دیده میشه. بعضی وقتها این زیبایی تصویر از خود داستان جلو میزنه. یعنی قابها انقدر قشنگن که گاهی احساس میکنی بیشتر داری یه تابلوی نقاشی نگاه میکنی تا یه داستان. در حالی که این زیبایی وقتی ارزش داره که به درد و رنج محبوبه کمک کنه، نه اینکه فقط چشم مخاطب رو بگیره. از نظر کارگردانی هم همون نقطه قوت و ضعف‌های فصل اول هنوز وجود داره. نرگس آبیار واقعاً بلد فضا بسازه، بلد با سکوت، با نور، با نگاه آدم‌ها و حتی فاصله‌ای که بین شخصیت‌ها وجود داره، حس خفقان ایجاد کنه. مخصوصاً بعد از اتفاق سفره عقد، این خفقان باید بیشتر از همیشه حس بشه. چون محبوبه دیگه فقط توی یه خونه زندگی نمی‌کنه، انگار توی یه دادگاه زندگی می‌کنه. هر نگاهی که بهش میشه یه جور قضاوته، هر سکوتی یه تهدیده و هر جمله‌ای میتونه چند تا معنی داشته باشه. ولی از اون طرف هنوز مشکل ریتم وجود داره.
بعضی جاها سریال خیلی آروم حرکت میکنه و بعضی جاها یه دفعه میخواد احساسات رو منفجر کنه. همین باعث میشه بعضی سکانس ها زیادی کش بیان و بعضی صحنه های مهم اون ضربه‌ای که باید رو نزنن. احساس من اینه که بامداد خمار همه ابزارهای لازم برای ساختن یه درام خیلی قوی رو داره، ولی بعضی وقتها بیش از حد درگیر زیبایی تصویر یا احساسات میشه و اون تعادل کامل از بین میره. به نظرم مهمترین مسئولیت قسمت اول فصل دوم روی دوش محبوب است. چون بعد از اون جواب منفی همه چیز به واکنش اون بستگی داره. تلان پروانه هم توی فصل اول مسیر جالبی داشت. اوایل بازیش یه مقدار خام بود و بعضی احساساتش کامل در نمی اومد. ولی هرچی جلوتر رفت، نگاههاش، سکوتهاش و بازی زیر پوستش بهتر شد. حالا توی فصل دوم باید بهمون نشون بده محبوبه بعد از اون نگفتن قوی‌تر شده یا بیشتر شکسته. چون شاید از بیرون همه بگن محبوبه شجاعت به خرج داده، ولی از درون ممکنه تازه اول بدبختی‌هاش باشه. اینجاست که بازیگر باید خیلی ظریف کار کنه. نه داد و فریاد زیاد، نه اشک‌های بیوقفه. فقط یه آدمی که هم از کاری که کرده میترسه و هم از انجام ندادنش پشیمون نیست. رحیم هم توی این نقطه حتی اگر حضورش کم باشه، باز هم یکی از مهمترین شخصیت‌های داستانه. چون بعد از فصل اول، رحیم دیگه فقط معشوق محبوبه نیست. دلیل اصلی اون ایستادگی محبوبه است. ولی تلخی ماجرا اینه که خودش توی زندانه و شاید اصلاً خبر نداره بیرون چه اتفاقی افتاده. این دقیقاً همون سوء تفاهمیه که تراژدی داستان رو سنگین‌تر میکنه. محبوبه فکر میکنه رحیم تنهاش گذاشته. رحیم هم اصلاً امکان این رو نداره که خودش رو برسونه. یعنی هر دو دارن عذاب میکشن ولی از درد همدیگه خبر ندارن. اگر سریال این بخش رو خوب در بیاره، به نظرم فصل دوم خیلی عمیق‌تر از فصل اول میشه. البته یه ایرادی که من هنوز توی سریال میبینم اینه که بعضی وقتها شخصیت‌های فرعی بیش از حد وارد داستان میشن. توی فصل اول هم این مشکل وجود داشت. یه جاهایی احساس میکردیم داستان اصلی محبوبه و رحیم داره زیر سایه شخصیت‌های دیگه گم میشه. امیدوارم فصل دوم این اشتباه رو کمتر تکرار کنه. چون الان مخاطب بیشتر از هر چیزی میخواد بدونه سرنوشت محبوبه و رحیم چی میشه، نه اینکه مدام وارد داستان‌های فرعی بشه. به نظر من مهمترین موضوع فصل دوم قسمت اول اینه که درباره بعد از شورش حرف میزنه. خیلی از داستان‌ها لحظه اعتراض رو نشون میدن، ولی کمتر داستانی نشون میده بعد از اون اعتراض چه اتفاقی میفته. محبوبه حالا نگفته، اما سوال اصلی تازه از همین جا شروع میشه. آیا خانواده کوتاه میان؟ آیا اصلان و خانواده‌اش دست برمیدارن؟ آیا رحیم برمیگرده؟ یا محبوبه فقط خودش رو وارد یه دردسر خیلی بزرگتر کرده؟ این دقیقاً همون چیزیه که فصل دوم باید جوابش رو بده. یه نکته دیگه هم درباره اتفاقاتی که افتاد نشون داد شاید اون زندگی که خانواده برای محبوب بهترین گزینه میدونستن اصلاً اونقدرها هم امن و خوشبخت کننده نباشه. این یکی از جذابترین بخش‌های داستانه. چون سریال داره بهمون میگه صرف این که یه نفر پولدار، خانواده معروفی داره یا از طبقه بالاست دلیل نمیشه آدم مناسبی هم باشه. از نظر بازیگرا هم نسبت به شروع فصل اول یه پیشرفت دیده میشه. هنوز بعضی دیالوگ‌ها یا بعضی واکنش‌ها کاملاً یک دست نیست، ولی در مجموع حس می‌کنم بازیگرا شخصیت‌هاشون رو بهتر شناختن و راحت‌تر باهاشون ارتباط گرفتن. امیدوارم این روند توی قسمت‌های بعدی هم ادامه داشته باشه. در مجموع قسمت اول فصل دوم یه شروع خیلی مهمه. نه به خاطر اینکه پر از اتفاق عجیب و غریبه، بلکه به خاطر اینکه باید جواب همه اتفاقهای فصل اول رو بده. محبوبه حالا دیگه فقط دختر عاشق نیست. دختریه که جلوی خانواده، سنت، طبقه اجتماعی و همه باورهای اطرافش ایستاده.
اگر سریال بتونه این مسیر رو درست ادامه بده، به نظرم فصل دوم حتی میتونه از فصل اول هم قوی تر باشه. ولی اگر دوباره توی کندی روایت، زیبایی بیش از حد قابها و داستانهای فرعی گیر کنه، همون ضعفایی که توی فصل اول وجود داشت، دوباره خودشون رو نشون میدن. با این حال، هنوز هم بامداد خمار یکی از اون سریال‌هاییه که مخاطب رو کنجکاو نگه می‌داره و آدم دلش میخواد ببینه بعد از اون پایان پرتنش سرنوشت محبوبه و رحیم به کجا میرسه. یه نکته دیگه که به نظرم توی شروع فصل دوم خیلی به چشم میاد، تغییر نگاه خود محبوبه به عشقه. اگر یادتون باشه، توی قسمت‌های اول فصل 1، عشق برای محبوبه بیشتر شبیه یه رؤیای قشنگ بود. انگار فکر میکرد اگر به رحیم برسه، همه مشکلاتش تموم میشه و زندگی همون چیزی میشه که همیشه آرزوش رو داشته. اما اتفاقهایی که یکی یکی افتاد، باعث شد محبوبه بفهمه عشق فقط دوست داشتن نیست. عشق یعنی هزینه دادن، یعنی از دست دادن آرامش، یعنی روبرو شدن با آدم‌هایی که حاضرن برای حفظ آبرو زندگی تو رو زیر و رو کنن. به نظرم فصل دوم از همین زاویه داره بالغتر میشه. دیگه خبری از اون عشق ساده و نوجوانانه نیست. حالا عشقی رو میبینیم که زیر فشار واقعیت قرار گرفته. این همون چیزیه که باعث میشه داستان از یه عاشقانه معمولی فاصله بگیره. چون مخاطب دیگه فقط منتظر نیست محبوبه و رحیم به هم برسن. بیشتر نگران اینه که اصلاً بعد از این همه اتفاق، اگر هم به هم برسن، آیا همون آدم‌های سابق هستن یا نه؟ یه موضوع دیگه که من خیلی دوست دارم سریال بیشتر روش کار کنه، شخصیت بصیرالملکه. به نظرم بصیرالملک فقط یه پدر سختگیر نیست. اون نماینده یه طرز فکره. طرز فکری که سالها توی جامعه وجود داشته. آدمی که واقعاً فکر میکنه داره به نفع دخترش تصمیم میگیره. یعنی از نگاه خودش شاید اصلاً آدم بدی نباشه. اون آینده محبوبه رو توی پول، اعتبار و جایگاه اجتماعی میبینه و اصلاً نمیتونه درک کنه که ممکنه یه دختر خوشبختی رو جای دیگه‌ای ببینه. اینجاست که شخصیتش جذاب میشه. چون اگر فقط یه آدم ظالم بود، خیلی ساده میشد قضاوتش کرد. اما الان یه آدمیه که بین عشق پدرانه و تعصب گیر کرده و خودش هم شاید متوجه نباشه که داره زندگی دخترش رو نابود میکنه. از اون طرف خانواده رحیم هم شرایط ساده‌ای ندارن. رحیم از طبقه ای اومده که هر قدم جلو رفتن براش 1000 برابر سخت‌تره. اون برای هر چیزی باید بجنگه. برای درس خوندن، برای کار کردن، برای اثبات خودش و حتی برای اینکه عشقش رو حفظ کنه. این تفاوت طبقاتی فقط یه اختلاف مالی نیست، بلکه اختلاف نگاه به زندگیه. سریال از همون اول سعی کرده این فاصله رو نشون بده و به نظرم هر چقدر جلوتر میره، این شکاف بیشتر خودش رو نشون میده. یه چیزی که شاید کمتر بهش توجه بشه، اینه که توی بامداد خمار تقریباً هیچ شخصیتی کاملاً خوشحال نیست. حتی آدم‌هایی که ظاهراً قدرت دارن یا پول دارن هم آرامش ندارن. اصلاً رو ببینید، از بیرون همه چیز داره، اما از درون پر از خشم و بی‌ثباتیه. بصیرالملک موقعیت اجتماعی داره، اما همیشه نگران جایگاهشه. رحیم عشق داره، اما امنیت نداره. محبوبه خانواده داره، اما آزادی نداره. این یعنی سریال داره یه حرف مهم میزنه. اینکه هر کسی یه جور اسیر شده، فقط نوع قفس‌ها با هم فرق میکنه. به نظرم یکی از مهمترین سوالهایی که فصل دوم باید جوابش رو بده اینه که آیا محبوبه بعد از این همه اتفاق هنوز همون محبوبه قبلیه یا نه؟ چون بعضی تجربه ها آدم رو عوض میکنن. دیگه اون آدم سابق بر نمیگرده. محبوبه حالا تلخی دیده، تحقیر دیده، ناامیدی دیده و مجبور شده جلوی همه بیسته. طبیعیه که این اتفاقها شخصیتش رو تغییر بدن. اگر سریال این تغییر رو آروم آروم و منطقی نشون بده، یکی از بهترین نقاط قوتش خواهد بود. از نظر فیلمنامه هم امیدوارم فصل دوم یه مقدار جسورتر عمل کنه. فصل اول بعضی وقتا خیلی محافظه کار بود. انگار میترسید وارد بعضی چالش ها بشه یا بعضی بحران ها رو عمیق‌تر نشون بده. اما الان دیگه وقتشه که داستان با قدرت بیشتری جلو بره، چون همه مقدمات توی فصل اول چیده شده. شخصیت ها معرفی شدن، رابطه ها شکل گرفتن، دشمنی ها مشخص شدن
و حالا دیگه وقت برداشت از همه اون چیزهایی که کاشته شده بود. یه نکته دیگه هم درباره ریتم داستانه. امیدوارم فصل دوم از همون قسمت اول تعادل بهتری بین لحظه‌های احساسی و اتفاقات داستانی برقرار کنه. چون بعضی قسمت‌های فصل اول بیش از حد روی احساسات مکث می‌کردن و بعضی اتفاقهای مهم خیلی سریع رد می‌شدن. اگر این تعادل برقرار بشه، هم مخاطبی که عاشق فضای احساسی سریال راضی میشه و هم کسی که دنبال داستان پرکشش تره. در مورد بازی بازیگرها هم احساس میکنم از اینجا به بعد مسئولیت سنگین تری دارن. چون مخاطب دیگه با شخصیتها آشنا شده و کوچکترین اشتباه توی بازی یا دیالوگ بیشتر به چشم میاد. خوشبختانه از اواخر فصل اول حس میشد بیشتر بازیگرها به نقشهاشون مسلط‌تر شدن و امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه. در نهایت، چیزی که باعث میشه من همچنان به ادامه بامداد خمار امیدوار باشم، اینه که هنوز سوالهای زیادی بی جواب مونده. سرنوشت محبوبه و رحیم، واکنش خانواده‌ها، پیامد تصمیم محبوبه، آینده اصلان و حتی تغییراتی که این اتفاقها روی شخصیت آدم‌ها میذاره، همگی ظرفیت این رو دارن که فصل دوم رو از فصل اول عمیق‌تر و پخته‌تر کنن. فقط به شرطی که سریال اسیر زیبایی ظاهری نشه و بیشتر روی روایت، شخصیت پردازی و پیامد تصمیم‌های شخصیت‌ها تمرکز کنه. اگر این اتفاق بیفته، فصل دوم میتونه هم از نظر احساسی تأثیرگذارتر باشه و هم از نظر داستانی مخاطب رو تا قسمت آخر با خودش همراه نگه داره. یه نکته خیلی مهم دیگه که به نظرم از همین قسمت اول فصل دوم باید بهش دقت کنیم، اینه که دیگه داستان فقط درباره محبوبه و رحیم نیست. شاید ظاهر ماجرا هنوز یه عاشقانه باشه، ولی اگه یکم عمیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم سریال داره درباره برخورد دو نوع تفکر حرف میزنه. یه تفکر که میگه آینده آدم‌ها رو پول، جایگاه اجتماعی و اسم و رسم خانواده تعیین میکنه و یه تفکر دیگه که میگه آدم باید حق انتخاب داشته باشه حتی اگر اون انتخاب براش گرون تموم بشه. محبوبه دقیقاً وسط این دو دنیا گیر کرده. نمیتونه کاملاً مثل خانواده فکر کنه، نه اونقدر قدرت داره که راحت از این چارچوب بیرون بیاد. من فکر میکنم یکی از سخت‌ترین کارهای فصل دوم اینه که محبوبه رو از یه شخصیت صرفاً مظلوم تبدیل کنه به یه شخصیت تأثیرگذار. چون تا اینجا بیشتر اتفاقها برای محبوبه افتاده. خانواده تصمیم گرفتن، خواستگار اومده، رحیم زندانی شده، دیگران براش نقشه کشیدن. ولی از اینجا به بعد دوست دارم ببینم خود محبوبه چقدر میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره. چون اگر باز هم فقط بقیه براش تصمیم بگیرن، کم کم شخصیت اصلی داستان منفعل میشه و این برای ادامه سریال اصلاً اتفاق خوبی نیست. از اون طرف رحیم هم باید رشد کنه. راستش اگر رحیم همون آدم فصل اول باقی بمونه، داستان یه جا متوقف میشه. رحیم باید از یه جوان عاشق تبدیل بشه به کسی که برای عشقش مسئولیت قبول میکنه. چون عشق فقط احساس نیست. تا وقتی همه چیز خوبه، عاشق بودن کار سختی نیست. سختی از جایی شروع میشه که باید برای همون عشق هزینه بدی، تصمیم بگیری و حتی بعضی وقتها از خودت بگذری. دیگه به قابای قشنگم عادت میکنه و اون جذابیت اولیه از بین میره. یه چیزی هم که خیلی برام جالبه اینه که سریال از همون قسمت‌های اول تا الان بارها نشون داده که سوء تفاهم چقدر میتونه سرنوشت آدم‌ها رو عوض کنه. خیلی از اتفاقایی که افتاده اگر دو نفر فقط چند دقیقه با هم حرف میزدن شاید اصلاً به وجود نمی اومد. ولی همین سکوت‌ها و همین نرسیدن خبرهاست که داستان رو تلخ‌تر میکنه. محبوبه از زندانی شدن رحیم خبر نداره. رحیم از اتفاقایی که برای محبوبه افتاده بیخبره. خانواده‌ها هم هر کدوم فقط بخشی از حقیقت رو میبینن.
این زنجیره سوء تفاهم‌ها باعث شده هر کس بر اساس اطلاعات ناقص تصمیم بگیره و نتیجه هم چیزی شده که الان داریم می‌بینیم. من یه انتظار دیگه هم از فصل دوم دارم و اون اینه که شخصیت‌های فرعی فقط برای جلو بردن داستان استفاده نشن. دوست دارم هر کدومشون یه مسیر مشخص داشته باشن. چون اگر شخصیت‌های فرعی هم خوب نوشته بشن، فشار روی شخصیت‌های اصلی کمتر میشه و جهان سریال واقعی‌تر به نظر میاد. توی بهترین درام‌ها، حتی آدم‌هایی که چند دقیقه بیشتر روی تصویر نیستن، هویت و هدف خودشون رو دارن. در کل، احساس میکنم فصل دوم یه فرصت طلایی برای سازنده هاست. چون فصل اول بیشتر صرف معرفی شخصیت‌ها، ساختن فضا و شکل گرفتن بحران شد. حالا دیگه وقتشه که نتیجه همه اون اتفاقها رو ببینیم. مخاطب الان دیگه شخصیت‌ها رو میشناسه، باهاشون همزاد پنداری کرده و منتظر ببینه این همه عشق، رنج، سکوت و فداکاری آخرش به کجا میرسه. اگر فیلمنامه بتونه از این ظرفیت درست استفاده کنه، واقعاً فصل دوم میتونه از فصل اول چند پله بالاتر باشه. ولی اگر دوباره همون اشتباههای قبلی مثل کش دادن بیدلیل بعضی صحنه‌ها، زیاد شدن داستان‌های فرعی یا کند شدن بیش از حد ریتم تکرار بشه، ممکنه بخشی از هیجانی که مخاطب بعد از پایان فصل اول داره کم کم از بین بره. با همه این حرفا، قسمت اول فصل دوم یه شروع امیدوار کننده به نظر میرسه. شروعی که هنوز سوالهای زیادی رو بی جواب گذاشته و همین باعث میشه آدم مشتاق باشه قسمت‌های بعدی رو ببینه و دنبال کنه که بالاخره این عشق پر از درد و مانع به کجا ختم میشه و آیا اصلاً بعد از این همه اتفاق هنوز شانسی برای خوشبختی محبوبه و رحیم باقی مونده یا نه؟ یه نکته خیلی مهم دیگه که احساس میکنم فصل دوم باید بیشتر روش تمرکز کنه، بحث تغییر شخصیت هاست. چون اگر دقت کرده باشید، خیلی از سریال ها یه اشتباه بزرگ میکنن. شخصیت ها از قسمت اول تا آخر همون آدم های قبلی میمونن و فقط اتفاقات دور و برشون عوض میشه. ولی توی بامداد خمار این ظرفیت وجود داره که هر اتفاق یه تیکه از شخصیت آدم‌ها رو تغییر بده. مخصوصاً محبوبه. دیگه اون دختری نیست که با یه نگاه رحیم دنیاش عوض بشه یا با یه لبخند امیدوار بشه. حالا محبوبه مزه تلخی رو چشیده. خیانت روزگار رو دیده. فشار خانواده رو تحمل کرده و فهمیده که بعضی وقتها بین چیزی که دلت میخواد و چیزی که جامعه ازت میخواد یه فاصله خیلی بزرگ وجود داره. من دوست دارم از اینجا به بعد سریال این بلوغ رو توی محبوبه نشون بده. یعنی وقتی حرف میزنه، وقتی تصمیم میگیره یا حتی وقتی سکوت میکنه، حس کنیم اون آدم نسبت به قسمت اول خیلی فرق کرده. چون اگر این تغییر دیده نشه، انگار تمام اتفاقات فصل اول بی اثر بوده. اتفاقات بزرگ باید آدم‌ها رو بزرگتر یا شکسته تر کنن، نه اینکه همه چیز دوباره از صفر شروع بشه. یه چیزی هم که خیلی برام جالبه اینه که بامداد خمار همیشه یه سوال رو جلوی مخاطب میذاره. واقعاً مقصر کیه؟ آیا فقط خانواده محبوبه مقصرن؟ آیا فقط اختلاف طبقاتی باعث این همه بدبختیه؟ یا خود محبوبه و رحیم هم بعضی جاها اشتباه کردن؟ به نظر من زیبایی داستان دقیقاً همینه که جواب ساده‌ای به این سوال نمیده. مثلا رحیم رو ببینید، همه دوستش دارن، همه حق رو بهش میدن، ولی آیا خودش هیچ اشتباهی نکرده؟ آیا همیشه بهترین تصمیم رو گرفته؟ نه. یا محبوبه با اینکه دلش پاکه و نیت بدی نداره، ولی بعضی جاها احساساتش باعث شده تصمیم‌هایی بگیره که اوضاع رو پیچیده‌تر کرده. همین باعث میشه شخصیت‌ها واقعی‌تر به نظر برسن. یه نکته دیگه هم درباره ریتم داستانه. من امیدوارم فصل دوم یه مقدار جسورتر باشه. چون فصل اول
بعضی وقتا احساس می‌کردی سریال از ترس اینکه فضای احساسی از بین نره، اتفاقات رو خیلی آروم جلو می‌برد، در حالی که الان دیگه وقتش داستان حرکت کنه. مخاطب 13 قسمت صبر کرده، شخصیت‌ها رو شناخته، باهاشون زندگی کرده. حالا دوست داره نتیجه اون همه صبر رو ببینه. دیگه وقتشه گره‌ها یکی یکی باز بشن و هر قسمت یه اتفاق مهم رو رقم بزنه. یه چیزی هم که خیلی دوست دارم دربارش حرف بزنم، مفهوم آبرو توی این سریاله. اگر دقت کنید، تقریباً همه تصمیم‌های بزرگ داستان به اسم آبرو گرفته میشه. پدر محبوبه به خاطر آبرو مخالفت میکنه. خانواده اصلان به خاطر آبرو دنبال وصلت هستن. آدم‌ها خیلی وقتها حقیقت رو پنهان میکنن تا آبروشون حفظ بشه. ولی سوال اینجاست، آخرش این آبرو به درد کی میخوره؟ چون هرچی جلوتر میایم میبینیم همه دارن برای حفظ ظاهر باطن زندگیشون رو خراب میکنن. این یکی از مهمترین پیام‌های داستانه، اینکه بعضی وقتها آدم‌ها اونقدر درگیر حرف مردم میشن که خوشبختی خودشون رو فراموش میکنن. از طرف دیگه سریال یه تصویر جالب هم از قدرت نشون میده. قدرت فقط پول نیست، فقط مقام نیست. گاهی قدرت یعنی اینکه تو بتونی برای زندگی یه نفر دیگه تصمیم بگیری. بصیرالملک این قدرت رو داره. خانوالا این قدرت رو داره. حتی بعضی از بزرگترهای خانواده هم این قدرت رو دارن. ولی محبوبه هیچ قدرتی نداره جز اینکه یه جا بگه نه. برای همین هم همون یک کلمه نه انقدر ارزش پیدا میکنه، چون تنها سلاحیه که محبوبه توی تمام این مدت داشته. یه نکته دیگه که امیدوارم فصل دوم هنوز ظرفیت‌های زیادی داره. مادر محبوبه بین دو دنیا گیر کرده. از یه طرف دلش برای دخترش میسوزه، از یه طرف هم نمیتونه مقابل همسرش یا سنت خانواده بایسته. این تضاد اگر بیشتر پرداخت بشه میتونه یکی از احساسی ترین بخش‌های داستان باشه. چون خیلی از مادرها توی اون دوره شاید دقیقاً همین وضعیت رو داشتن. دلشون با بچه‌شون بوده ولی دستشون بسته بوده. یه چیزی هم که درباره فصل دوم خیلی برام مهمه اینه که داستان از تکرار دوری کنه. چون اگر دوباره همون سوء تفاهم‌ها، همون سکوت‌ها و همون کش دادن‌ها تکرار بشه، ممکنه مخاطب کم کم خسته بشه. الان بهترین فرصت برای اینه که داستان وارد مرحله تازه‌ای بشه. مرحله‌ای که شخصیت‌ها فقط واکنش نشون ندن، بلکه خودشون شروع کننده اتفاقها باشن. در مورد پایان فصل دوم هم از همین الان یه نگرانی دارم. امیدوارم سریال فقط برای غافلگیر کردن مخاطب سراغ پیچش‌های غیر منطقی نره. چون تا اینجا بزرگترین نقطه قوت بامداد خمار این بوده که بیشتر اتفاقاتش ریشه در شخصیت‌ها داشته، نه در تصادف یا اتفاقای عجیب. اگر همین مسیر رو ادامه بده، تأثیرگذاری داستان خیلی بیشتر میشه. در جمع‌بندی اگر بخوام یه نگاه کلی به فصل دوم قسمت اول داشته باشم، باید بگم این قسمت بیشتر از این که بخواد با اتفاقای بزرگ مخاطب رو شوکه کنه، اومده پایه‌های فصل دوم رو محکم‌تر کنه. به نظرم مهمترین اتفاق این قسمت تغییر فضای داستانه. دیگه از اون عاشقانه ساده و رؤیایی فصل اول فاصله گرفتیم و حالا وارد مرحله‌ای شدیم که هر تصمیم، هر حرف و حتی هر سکوت میتونه سرنوشت آدم‌ها رو عوض کنه. اگر فصل اول فصل عاشق شدن محبوبه و رحیم بود، احساس میکنم فصل دوم قرار فصل امتحان عشقشون باشه.
امتحانی که دیگه فقط با احساسات حل نمیشه و شخصیت‌ها باید برای تک تک انتخاب‌هاشون هزینه بدن. از طرف دیگه امیدوارم سازنده ها از ظرفیت بالایی که داستان داره بهترین استفاده رو بکنن، چون هنوز سوالهای زیادی بی جواب مونده و هنوز شخصیت ها جا برای رشد و غافلگیر کردن مخاطب دارن. در مجموع قسمت اول فصل دوم یه شروع امیدوار کننده بود. شاید هنوز همه ضعف‌های فصل اول برطرف نشده باشه. شاید بعضی جاها ریتم داستان همچنان کند باشه، اما این قسمت نشون داد که داستان هنوز حرفهای زیادی برای گفتن داره و میتونه مخاطب رو برای قسمت‌های بعدی کنجکاو نگه داره. حالا باید ببینیم نویسنده ها میتونن از این نقطه حساس به بهترین شکل استفاده کنن یا نه. حالا نوبت شماست. به نظرتون محبوبه بعد از اتفاقات پایان فصل اول تصمیم درستی گرفت یا نه؟ اگر شما جای محبوبه بودید، همون کاری را انجام میدادید یا مسیر دیگه ای رو انتخاب میکردید؟ و یه سوال مهمتر، فکر میکنید فصل دوم در نهایت محبوبه و رحیم رو به هم میرسونه یا قرار تراژدی این عشق از این هم تلختر بشه؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید، چون واقعا دوست دارم تحلیل و پیشبینی های شما را هم بخونم. اگر از این ویدیو لذت بردید، حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا قسمت‌های بعدی بامداد خمار رو از دست ندید. برای حمایت از ما، این ویدیو رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.